نوروزی چمن طبعی مبارک قدم آمد. ای خوش نگهان رهزنی آرام و رم آمد. خمیازه چشمش بدلی باغ شعل زد. اندر کف هر شاخ 200 جام جم آمد. چون چاکی گریبانی سحر خنده سراپا. گل در لب و گل در قد و گل در قدم آمد. حرفی لبی گل در ورقی باد نوشته. اعجاز بیان شاعری نکهت رقم آمد. زین پرتوی پر نوری نزاکت که زمین راست. در جبهه خورشید و مه از شرم نم آمد. بر لوح سما قفز قزح رمز سجود است. افلاک به تعظیم زمین پوشت خم آمد. طبعم چو شد آینه تحقیق بهاران. گلدسته اندیشه مرا در قلم آمد. دوستان عزیز سلام. سامانه پرس تیجی و یوتیوب کانال آن تصمیم گرفت که آزمون شعر نوروز در سامانه پرس تیجی را اعلان نماید. اشتراک در آزمون خیلی ساده است، یعنی سن و سال ماهیت ندارد. شما تنها توسط تلفن یا واسطه های دیگر یک شعر بلند مضمون را قرائت نموده به سراغ ما فرستید. برای غالبان آزمون 3 جای معین شده است. جای اول 1500 سومانی، جای دوم 1000 سومانی و جای سوم 500 سومانی. غالبان با 3 کتاب تازه نشر سرمحرر نشریه تاجیکستان شریف همدانپور مکافاتانیده می شود. غالب همان دانسته می شود که شعرهای قرائت نموده او در یوتیوب کانال پرس تیجی از همه آواز بیشتر پیدا کند. آزمون از اول ماه فوریه آغاز یافته تا 20 مارت سال روان ادامه می یابد. شتابید، غالبیت را به دست آورید و مکافات ها را صاحب شوید.